نهان کنی، باید که گفته های دلت را عیان کنی. جانا بپرس آنچه که خواهی برای خود، پنهان مکن ز خاطر ما ماجرای خود. سلام میکنم خدمت شما دوستان بیننده. خوشحال هستم که با یک برنامه دیگه از برنامه‌های علامت سوال با شما هستم. سالی جان امروز تشریف ندارم، با امید خدا هفته آینده با شما خواهند بود. پیشا پیش میدونم که خوشحال خواهد بود که با شما خواهد بود، اما این هفته رو شما منو تحمل کنید. سال نو میلادی رو به شما تبریک میگم. میدونم که سال سختی بوده برای همگی ما، اما دعا میکنم که امسال سالی پر از پیروزی، برکت و آرامش برای همه شما دوستان بیننده باشه. به یاد داشته باشین که طبق روال هر هفته برنامه ما به این شکل خواهد بود که در تقریبا نیم ساعت اول مهمان برنامه موضوع رو انتخاب خواهند کرد، در اون مورد صحبت خواهد کرد و بعد از اون تلفن‌های برنامه و راه‌های ارتباطی باز خواهد بود که شما اگر در این ارتباط سوالی دارین با ما مطرح بکنید. اگر دوست داشته باشین از طریق واتساپ با ما مستقیما به استودیو تماس بگیرید با شماره 2044 751 3249 482 میتونید تماس بگیرید، و یا که اگر راه تلگرام و واتساپ و وایبر رو که به صورت نوشتاری هست انتخاب بکنید، شماره ما 20357 99 93 77 72 هست و خیلی خوشحال میشیم که با ما در تماس باشین در طول برنامه. اگر که از طریق فیسبوک و یا اینستاگرام و یا حتی یوتیوب دوست داشته باشین پیغاماتون رو بفرستین، البته خیلی خیلی خوشحال خواهیم بود. و فراموش نکنید که برنامه ما بر روی ماهواره یا صد از در واقع کانال 103 پخش میشه که میتونید با دوستانتون هم در میون بذارین. پس راه‌های ارتباطی رو میبینیم، برمیگردیم با مهمان برنامه همراه با موضوع امروز با شما خواهیم بود. عزیزان، امروز در برنامه علامت سوال امروز خواهرمون لوئیس با ما هستن و موضوع اعتماد رو انتخاب کردن که با ما در میون بگذارن و میدونم که خیلی گفتنی ها دارن ایشون از تجارب شخصشون در ارتباط با اعتماد که مطمئنم برای همه ما مفید خواهد بود و میدونم که هر کدوم از شما عزیزان هم تجاربی دارین که خیلی خوشحال میشیم که از شما هم بشنویم. خواهر لوئیس، خیلی خیلی خوش اومدین و سلام میکنم خدمتتون. سلام هنگام جان، خوشحالم امروز با شما هستم. همینطور خدمت بینندگان عزیز سلام. امیدوارم هر جا که هستید صحیح و سلامت باشید. واقعا دعا میکنم این روزها براتون کوتاه بشه، یک واقعیت، و خداوند دلهای شما را از تسلی و امید پر بکنه. دعا میکنیم که خداوند آرزوی دلتون رو به شما عطا کنه. همطور که میدونید در سال جدید میلادی هستیم. علی‌رغم همه پستی بلندی هایی رو که در سال 22 تجربه کردیم، واقعا میخوام با من همراه باشید، با امید به سال 23 نگاه بکنیم
که امیدی که میگه خدای امید، خدای مبارک، خدای امید مبارک، میگه به جلو نگاه بکنیم که اعانت ما از جانب خدا میاد. خدای امید دلهای همه ما رو از امید الهی پر بکنه. امید. خیلی ممنونم ازتون. خواهر لویز، ما کماکان معنی اعتماد رو میدونیم، اما خوب میشه که شما یه توضیحی بدین در مورد اینکه واقعا اعتماد رو شما چی میدونین، کتاب مقدس اعتماد رو چی میدونه، تا روشن‌تر بتونیم وارد این بحث بشیم. البته خب موضوع این برنامه شاید این روزها از نظر بینندگان شاید یه خورده کمرنگ باشه، ملموس نباشه، شاید فکر کنیم این نکته خورده نابجا باشه، مناسب روز نباشه. بعضی از بینندگان ممکنه فکر بکنن که خب تا به حال ما به خدا اعتماد کردیم و هیچی عایدمون نشد، یا بگن که با این اوضاع احوال اصلا میتونیم به کسی یا چیزی اعتماد بکنیم. همطور که گفتید اصلا اعتماد چی هست یا اینکه اعتماد چی نیست. خب این روزا میتونیم به وضوح ببینیم که این مسئله در زندگی خیلی از هموطنان ما کمرنگ شده. در اول برنامه بگم که اعتماد به خدا اعتماد به نفس نیست. اعتماد به نفس یعنی حس اطمینان در مورد توانایی‌ها، در مورد کیفیت و قوه تشخیص شخص نسبت به خودش داشته باشه و نگرش و منش خود شخصه نسبت به توانایی‌ها و مهارت‌های خودش. اون پذیرش و اعتمادش نسبت به خودش، داشتن کنترل تو زندگی خودش. اینکه انسان نسبت به خودش یه احساس خوبی داشته باشه. منظور علیرغم ایرادات، علیرغم مشکلات، احساس ارزش نسبت به خودش بکنه. اما اعتماد یعنی یه باوریه که در یک احتمال که کسی به شکل خاصی عکس‌العمل یا واکنش نشون خواهد داد. یه طرز برخورده، یه حالت و نگرش پیچیده و مبهمیه در واقع. یه نگرش فکریه در مورد یه مطلب یا یه موضوعی که کسی به اون اطمینان و یقین داشته باشه. یه حس اطمینان و امنیت نسبت به کسی که فکر میکنیم اون شخص یا اون چیز در مورد یه چیزی یا یه کسی چطوری واکنش نشون میده. یه نگرشه، یه طرز برخورده. اعتماد رو میتونیم ما بگیم اتکاب شخصیت، اتکاب توانایی، اتکاب قوت یا واقعیت کسی یا چیزی به کسی که توجه ما رو داشته باشه. اتکاب چیزی که در آینده حتی در اعتماد امید هست، در اینکه اتکاب چیزی که در آینده بخواد اتفاق بیفته. اینطور بگم اعتماد نقطه درست مخالف یا متضاد خیانته یا بی‌اعتمادیه، شک و سوءظنه. بذارید اینطور بگم، نمیتونیم ما تو رابطه باشیم اگه اعتماد وجود نداشته باشه. یه واقعیت. فکر میکنین که اینکه شما اشاره کردین در مورد اینکه نمیتونیم تو رابطه باشیم، خب البته یکی از چیزهایی که آدم میتونه فکر کنه چقدر به یه رابطه اعتماد کمک میکنه، ولی در واقع به طور کلی اعتماد چطوری میتونه ما رو کمک کنه، به چه درد ما میخوره، چطور ما رو در مسیر زندگیمون مدد میکنه. بله. خب ما در مورد اعتماد به خدا میخوایم بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. ما طبق تعاریفی که کردیم گفتیم که اعتماد چی هست. اون اعتماد گفتیم یه باوره، حس اطمینانه. این باور و حس اطمینان رو نسبت به خدا میخوایم صحبت بکنیم. یعنی اینکه نه اینکه نسبت به کسی باشه یا نسبت به چیزی باشه. این اعتماد خب وقتی که به شخص خدا میشه، البته صحبت خواهیم کرد که چقدر در زندگی کمکمون خواهد کرد و چقدر
در واقع تغییر و تبدیل در چه زندگی روزانه ما و چه در رابطه ما با خدا و با دیگران به اصطلاح تغییر و تبدیل میاره. ببینید وقتی میگیم اعتماد به خدا، اعتماد به شخص خدا یعنی این که خدا همونیه که در کتاب مقدس ادعا میکنه. ما ممکنه به چشم نبینیم ولی میدونیم، یقین داریم به اون چیزی که میگه، آنچه که وعده داده حتما عمل میکنه و یکی از حرفاش، هیچی از حرفاش به قول معروف کلمه‌ای، سخنی، حرفی نمیفته، به زمین نمیفته. این اون باوریه که ما بهش میگیم اعتماد به خدا. ما تو مزمور 40 میخونیم که اعتماد به خدا شامل انتظار برای خداست، یعنی منتظر خدا بودن. خب انتظار قسمتی از این اعتماد هست. باز میخونیم میگه اعتماد به خدا در کتاب مقدس اینطور میخونیم باعث خوشنودی خداست. البته بیشتر کلمه توکل به خدا رو استفاده میکنه که همون اعتماد به خدا هست. اعتماد به خدا در واقع وقتی که ما اون رو زندگی میکنیم، این اعتماد در ما هست، زندگی ما جوری خواهد بود که ما میتونیم این رو به دیگران هم نشان بدیم. یعنی یه چیزی نخواهد بود که فقط درون چطور بگم، یه چیز درونی باشه، این خود به خود بیرون میزنه، میتونیم اینو به دیگران هم نشون بدیم. البته اعتماد به خدا یه چیز پیچیده و غامض نیست، خیلی عملی، قابل زندگیه و واقعا یه جورایی ما رو محکم در مقابل مسائل روز نگه میداره. اعتماد به خدا یعنی اتکا به خودمون و تمامی راههایی رو که ما تند و سریع میتونیم بهش برسیم، اون اتکای به خودمون رو بذاریم کنار، بعد صبورانه با انتظار در تعمق به خدا، در دعا ماندن، با مطالعه کلام خدا، در اون رابطه دو طرفه زندگی عملی مسیحی ما منتظر خدا بشیم که خدا وارد عمل بشه. ما بتونیم از کلام خدا به عنوان یه دستورالعمل زندگی استفاده بکنیم که وقتی خدا وارد عمل شد، اون چه رو که ما انتظارشو داریم یا داشتیم و انجام داد، اون وقت خدا رو چه در جمع چه به شکل خلوت ما پرستش و ستایش بکنیم تا دیگران هم به خدایی که به اصطلاح به خداوندی خدا اعتماد بکنن یا اگر در یک وضعیت مشابه ما میگذرن بتونن اعتماد بکنن. ببینید تو امثال 3:5 میگه اینطور، ما میخونیم سلیمان میگه با تمامی دل خود به خدا توکل کن و به عقل خود تکیه نکن. ببینید چه فرق بزرگیه بین اعتماد به خدا و یا اعتماد به شخص، حالا یا خودمون یا کس دیگه یا چیزی دیگه. تو این آیه میگه حتی به عقل خودت تکیه نکن، اعتماد نکن. اعتماد به خدا با تمامی دل و جان یعنی اینکه تماما اتکا داشتن به وعده های خدا، اتکا داشتن به حکمت خدا، به قدرت خدا، به محبت خدا، به اینکه ما رو در هر شرایطی کمکمون خواهد کرد. ببینید درک و عقل انسانی چون تحت سقوطه مصون از خطا نیست. ما در واقع اصلا عقل و درک ما قابل خطا هست، ولی خدا همه چیز رو میبینه. خدا خطا ناپذیره به قول معروف، همه چیز رو میبینه، همه چیز رو میدونه. کسی هستش که ما میتونیم بهش اعتماد بکنیم و متکی باشیم بهش. تو کلام خدا میگیم ما باید با تمامی دل ما به او اعتماد بکنیم، چون که درک و فهم ما بر اثر گناه و همینطور به دلیل محدود بودن حکمت انسانی و همینطور هم به خاطر اون افکار آنی، ما یه چیزایی خیلی آنی و سریع میاد و گاهی وقتا بر اساس اون افکار آنی ما تصمیم میگیریم. داره میگه که به خاطر گناه، به خاطر محدودیت فکر ما و همین مسائل احساسات کاذب یا غیر حقیقی چون فاسده و صدمه خورده نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم.
واقعیت امر اینه که انگام جان اگه با من موافق باشید همیشه ما درست نیستیم. حقیقتا خیلی موارد شده که چقدر ما عذرخواهی کردیم، گفتیم ببخشید اینجا رو اشتباه کردم یا اینجا رو درست ندیدم یا اینجا رو نتونستم درست تجزیه تحلیل بکنم. چقدر شده در زندگی اینطور پیش اومده برای ما. ولی تو امثال 14-12 یه چیز خوبی به ما یادآوری میکنه. اونجا میگه راهی هست که به نظر آدمی مستقیم میآید اما عاقبت آن طرق موت است. ببینید چون گفتم درک و فکر ما تحت تاثیر گناه در سقوط قرار گرفته، ما ممکنه یه راهی به نظر ما راست بیاد ولی داره کلام خدا میگه که اون راه همیشه شاید راه درستی نباشه. اغلب هم میبینیم که این راه به هلاکت می انجامه، برای اینکه گناه درک و فهم ما رو فاسد کرده و ما رو به سوی هلاکت پیش میبره. ما همینطور پولس در افسوسیان 4، همینطور در اول قرنتیان 13 باز اشاره میکنه و آیه 9 به اصطلاح پولس میگه که درک و شناخت ما یا معرفت ما محدوده، کامل نیست. میگه ما جزئی علم داریم. حالا سوال اینه که آیا میشه اعتماد خودمون رو به کسی بذاریم که فکرش، فهمش نه تنها تحت تاثیر گناهه بلکه حکمت و معلوماتش محدوده، طبیعتش گناه آلود و مخربه؟ آیا میشه به همچین افرادی اعتماد کرد؟ یا اینکه به خدایی که خدای دانای مطلقه، قادر مطلقه، حکمت مطلقه، محبت کامله؟ خب این چیز کفه ترازو قابل اعتماد بودن خدا بیشتر به قول معروف میچربه تا اینکه بخوایم به انسان توکل بکنیم. برای اینکه نقشه های خدا عالیه، بالاست برای ما، افکار خدا، طرق خدا برای ما برای نیکوییه. ما میتونیم به همچین خدایی اعتماد بکنیم و توکل خودمون رو روی همچین خدایی بذاریم، برای اینکه خدا غیر قابل تغییره. تو ملاکی 3:6 میگه که زیرا که من یهوه میباشم و تبدیل نمیپذیرم. ما انسان ها بلحوثانه از روی به اصطلاح فکر نادرست، تشخیص غلط تصمیم میگیریم، ولی خدا اینطور نیست. میگه کلام خدا میگه خدا راسته. داوود میگه او صخره منه، در وی هیچ بی انصافی نیست. پس ما میتونیم، چون که خدا هیچ وقت دروغ نمیگه، تو وعده‌هاش درسته. کلام خدا رو کامل، خدا رو مقدس، خدا رو درست میبینه و میگه قابل اعتماد من به شما هست. یک واقعیته. پس وقتی به او اعتماد میکنیم در واقع داریم تایید میکنیم که ما نمیدونیم ولی اونی که میدونه به او اعتماد میکنیم. بله، خیلی ممنونم خواهر لویز، ممنونم برای توضیحاتتون. عزیزان یک استراحت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم و میخوایم بیشتر در مورد اعتماد و توکل صحبت کنیم و خواهر لویز بیشتر برای ما این مسئله رو باز کنن. پس با ما باشین تا چند دقیقه دیگه. اینجا استودیوی لندن هست. درود فراوان خدمت یکایک شما دوستان عزیز. ما در این برنامه به صورت پخش زنده در ارتباط با دفاعیات مسیحی به بحث و گفتگو می‌پردازیم. کارشناسان کتاب مقدس رو دعوت می‌کنیم. سلام برادر ادوارد، سلام برادر سرگیس عزیز، سلام خواهر لویز عزیز، سلام کشیش کیوان، سلام کشیش امید، سلام کشیش فریدون. خیلی خوش اومدین و به سوالات شما پاسخ میدیم. دوستان، امروز در مورد اعتماد همراه با خواهر لویز عزیز در بخش اول برنامه صحبت‌هایی داشتیم و در واقع در قسمت دوم صحبت‌های خواهر لویز هستیم. خواهر لویز، شما در مورد اعتماد صحبت کردیم و اینکه چطور ما رو کمک میکنه در زندگی. قبل از اینکه سراغ قسمت بعدی بریم، من این سوال کوتاه دارم که شاید برای بعضی از بیننده ها هم
این سوال مطرح شده باشه که خالویز ما خیلی وقتا به خدا اعتماد میکنیم اما اون جوابی رو که انتظارش رو داشتیم نمیگیریم. شما در این مورد چی فکر میکنیم؟ بله، اعتماد به خدا یه چیز 100%، یعنی اون چیزی که او برا ما میخواد، نه اونی که ما برا خودمون میخوایم. خیلی وقتا دعاهای ما، ببخشید این کلمه رو میگم، بیشتر ناله است تا اینکه دعا باشه. خدا اونجا نیست که ناله های ما رو جواب بده، خدا اونجا از دعاهای ما رو جواب بده. دعا هم یه رابطه دو طرف است و گفتیم ما اعتماد رو صحبت کردیم. وقتی که میگیم اعتماد، بذارید اینو بگم، من اعتماد تجربه شخصی خودم اینو بگم. وقتی که قضیه پسرمون اتفاق افتاد، من خیلی سوالات بی جواب داشتم. یک واقعیت و کلام خدا هم خیلی از جوابا رو نداره یا عمدن نخواسته جوابها رو بده، شاید برای اینه که ما در این رابطه خودمون جستجو بکنیم این رو، نمیدونم. به هر حال اعتماد اینو فهمیدم که در ندانستن خودش رو معنا میده. ما اگر بدونیم، این اسمش هست دانش، اسمش اعتماد نیست. دانش ما هست، معرفت ما هست، نه اینکه اعتماد باشه. اعتماد وقتی ما نمیدونیم. و اینجا باز تکرار میکنم، وقتی اعتماد میکنیم یعنی اینکه من نمیدونم ولی اونی که میدونه من به او اعتماد میکنم. پس آنچه که او برای من رقم میزنه یا آنچه رو که او برای من تصمیم میگیره، من به اون اعتماد میکنم چون اون میبینه. خدا محدود به زمان و مکان نیست، قائل به زمان و مکان نیست. در اون حیطه بعد زمانی که ما توش قرار داریم به عنوان انسان، خدا در اون حیطه نیست. بنابراین خدا گذشته، حال، آینده تصویر بسیار واضح و روشنی جلوی خودش داره. ما یک تصویری مبهم از گذشته داریم که هرچه طولانی تر باشه خود به خود فراموش هم میشه، میره توی آرشیو مغزی ما. آنچه که خیلی فعال حال ما هست، ولی لزوما چون آینده رو نمیبینیم، ما بر اساس حال انتظار داریم آنچه رو که من الان در زمان حال میخوام این برای من خوبه. ولی ما چه چیزی رو پولس در رومیان میگه؟ رومیان باب 8 پولس میگه که خداوند از همه عوامل استفاده میکنه. البته من دارم این رو به شکل ضمنی میگم، خود آیه برای آنانی که خدا رو دوست دارن میگه خدا همه چیز رو از همه عوامل استفاده میکنه برای خیریت فرزندانش، برای خیریت. حالا این خیریت تشخیص خدا برای خیریت منه، نه تشخیص من برای خیریت من. پس در واقع این که بدونیم که به خود نیکویی خدا باید در درجه اول اعتماد داشته باشیم، بدونیم که اون برای ما بهترین رو میخواد، حتی اگر اون چیزی که ما فکر میکنیم اتفاق نیفته، اما اعتماد به نیکویی خداست. خیلی ممنون. خیلی زیبا بود. خیلی ممنون. بسیار درست. اعتماد به نیکویی خدا و این خدا در هر شرایطی نیکو هست و او خیریت منو. این خیریت یعنی چی؟ یعنی نیکویی. خدا چیزی رو که خوبه، درسته برای من میخواد. ببینید، بذارید باز در ادامه با این صحبت مسئله اعتماد به خدا، ما وقتی خدا رو بیشتر میشناسیم، حتی زن، شوهر، در رابطه ما وقتی کسی رو بیشتر میشناسیم و باهاش وقت صرف میکنیم، حالا این شناخت در وقت بیشتر در مورد افراد یا ما رو دورتر میکنه یا ما رو نزدیکتر میکنه. وقتی که خدا رو بیشتر میشناسیم، مخصوصا وقتی که کلامش رو مطالعه میکنیم، شخصیت خدا رو میشناسیم چجوری هست، بهش اعتماد میکنیم، اعتماد ما بیشتر میشه. این اعتماد در شناخت حاصل میشه. همونطور که در رابطه با افراد به اصطلاح رابطه باعث شناخت میشه، رابطه با خدا هم باعث شناخت میشه و این شناخت باعث میشه اعتماد ما بیشتر بشه. هرچه او رو بیشتر میشناسیم اون وقت او رو بیشتر دوست خواهیم داشت. به همون نسبت از کسی که بیشتر او رو میشناسیم وقتی جذب میشیم، خب این محبت عمیق‌تر میشه، شدیدتر میشه. ما هرچه خدا رو بیشتر دوست داشته باشیم،
میتونیم بیشتر با تمامی دل، با تمامی جان، با تمامی قوتمون بهش اعتماد بکنیم برای حکمتش. و همینطور میتونیم اعتماد بکنیم به اون تصمیم گیری های خدا برای ما، راهی رو که تو قدم بعدی برای ما میذاره. در واقع برای همه چیز میتونیم به او اعتماد بکنیم. بله، با خیلی صحبت از این، ببخشید، بفرمایید صحبتتون بله. تموم کنی بعد من سوالم انجام. این که حالا این اعتماد چطور ما رو کمک میکنه، صحبت سر اینه که این اعتمادی که داریم به خدا داریم تو این زندگی روزانه باید کمکمون بکنه. واقعا اگه اعتماد نباشه، تکرار میکنم، رابطه در دراز مدت اگر بخواد همش مرتب شک، چون اعتماد نقطه مقابل شکه، خب، و سوء ظنه. اگه تو رابطه اعتماد نباشه، سوء ظن بخواد قوت بگیره، افراد رو از همدیگه دورتر و دورتر میکنه و چیز مثبتی به بار نمیاره. اما آنچه که هست در رابطه لازم هست اعتماد عمیق‌تر بشه تا کمکمون بکنه. وقتی که ما به خدا اعتماد میکنیم و همونطور که گفتم در این اعتماد، در این انتظار، در تعمق، در دعا، در وقت گذراندن با او، این اعتماد اگه کمکمون نمیکنه یه جای کار غلطه. کسایی که به خدا اعتماد میکنن این افراد امید در زندگی دارن و از مشکلات و مصائب زندگی نمیترسن، برای اینکه تنها نیستن. آنچه که قولی که خدا میده در رابطه با سوالی که کردی چرا جواب ما رو نمیده، خدا هیچ جا تضمین نکرده حتما جواب دعای ما رو میده. آره، میگه بطلبید که به شما داده خواهد شد. یه جاهایی هست که بنا به تشخیص خدا اون لحظه خدا احساس این تصمیم رو داره و خیریت برای ما اینه که اونجا اون لحظه اینو نده. یعنی افرادی که اعتماد به خدا میکنن افراد امیدوار هستن، کسایی هستن که امید دارن و این مسائل و مشکلات وقتی میاد با امید نگاه میکنن، میگن خب حالا این جواب دعای منو نداد، چیزی که من گفتم به خداوند، گفتم خداوند با این آرزوی دلمو به من ندادی، ولی من تا آخر عمرم هرگز روی نیکویی تو شک نخواهم کرد، تا نفس آخر خواهم گفت که تو نیکو هستی. چرا؟ برای که اعتماد من رو جلب کرد و این اعتماد کمک هم کرد که در زندگی این امید باشه، امید به این که چه کسی همه اختیارات زندگیمو داره، چه کسی کاملا نیکوه، چه کسی قابل اعتماده و من میتونم به این خدا اعتماد بکنم. ببین وقتی که میگه با تمامی دل خوده به خدا توکل بکن، به عقل خودت تکیه نکن، بعد میگه در همه راههای خود رو بشناس، ادامه این آیه یه وعده توش هست، یک چیز کامل توش هست، میگه و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. وقتی اعتماد میکنیم خداست راههای ما رو جمع و جور میکنه. وعده اینه که وقتی ما تماما بهش اعتماد میکنیم راههای ما در او به اصطلاح مرتب میشه. ارمیا تو 17 باب 17 آیات 7 تا 8 خیلی قشنگ میگه مبارک است کسی که بر خداوند توکل میکنه و خدا اعتماد او باشه. او مثل درختی نشانده شده در کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به سوی نهر پهن میکند و چون گرما بیاید نخواهد ترسید و برگشت شاداب خواهد ماند و در خشکسالی اندیشه نخواهد داشت و از آوردن میوه باز نخواهد ماند. ببینید اولا آرامی رو وارد زندگی ما میکنه اعتماد به خدا، امید رو وارد زندگیمون میکنه، ما رو تو تصمیم گیری هامون هدایت میکنه، اطمینان و آسودگی خیال میده، آسودگی فکر میده، استرس رو به اصطلاح ما رو اسیر استرس نمیکنه. در مورد زندگی ابدی یک امید به اصطلاح امید رو تقویت میکنه، قوت میده، ایمان ما رو تقویت میکنه، یادمون میده صبر بکنیم در زمان انتظار، زندگی روحانی پرثمری داشته باشیم، همراهی خدا رو در همه شرایط زندگی داشته باشیم، باعث خوشنودی خدا میشه، شادی رو وارد زندگیمون میکنه به هر حال، و اینکه این اطمینان که خدا در هر حال به وعده های خودش وفاداره. بهترین، زیباترین قسمتی که ما میتونیم در مورد اعتماد به خدا در کلام خدا خودمون رو تقویت کنیم و اعتماد بکنیم بهش، 2 مزموره، مزمور 23 و مزمور 37. من بینندگان عزیز رو
تشویق میکنم این دوتا مزمور رو، به خصوص مزمور 23 خب خیلی کوتاه، 6 تا آیه بیشتر نیست، ولی یکی از قوی‌ترین نمونه هاست برای اعتماد به خدا. و تمامیت این مزمور از یه دلی برمیاد که اعتماد کامل به خدا داره و نتایج این اعتماد رو هم بهره‌مند میشه. و همونطور که گفتم مزمور 37 شما بخونید ببینید چقدر تمام فواید رو که کمک‌هایی رو که اعتماد خدا میتونه کمک بکنه در واقع میتونید در مزمور 37 ببینید. بله، فکر کنم مزمور 1 هم هست که در واقع در مورد درخت نشانده نزد نهرهای آب هست. خیلی ممنونم خواهر لویز. اما بعضی وقتا برای ما این مشکل هست که یک بالانس ایجاد کنیم بین اینکه کجا تماما به خدا اعتماد کنیم و خودمون هیچ کاری نکنیم، بیستیم مثل بچه خوب، و یا اینکه خودمون هم تا حدودی وارد عمل بشیم و همه چیز رو شونه خدا نندازیم. این به چه شکل هست؟ چه کار باید کرد موقع اعتماد کردن به خدا؟ بله خب دو حالت داره. یا مثل هاجر میایم عمل میکنیم، عجله میکنیم، شما گفتید که ما خودمون وارد عمل بشیم. خب مثل سارا، قضیه هاجر و مسئله سارا که سارا عجله کرد و نقشه خدا رو به هم زد که اونم خودش این سبب گفتم، یادتونه گفتم که اعتماد توش انتظار هست و توش آزمایش ایمان هست. همیشه میگم ایمان ما نه فقط یک بار، مرتب داره آزمایش میشه و اینجور مواقع در زندگی در واقع نشون میده ما چقدر به خدا اعتماد داریم. یک عکس العمل اینه که آره عجول باشیم، تحمل نکنیم، بگیم خدا دیر کرده، حالا خودمون وارد صحنه بشیم و ما خودمون جمع جور بکنیم که بعد با یه معضلی گیر بکنیم که تمامی نسل بعد از خود سارا و ابراهیم اسیرش بشن و دودش به چشم خودشون بره. خب یه چیز دیگه در اینه که ما وقتی که این رو میدونیم که به اصطلاح باید در صبر انتظار بکشیم و باید با تمامی دل و جان به خدا اعتماد بکنیم، در اطاعت تقویت بشیم، در اطاعت رو خودمون کار بکنیم. ببینید اطاعت قسمت اعظم اعتماده. خب ما نمیدونیم خودمون، ولی به کسی که میدونه اعتماد میکنیم و این اطاعت در تقبل مسئولیت خیلی کمکمون میکنه. گاهی وقتا همونطور که شما گفتید میگیم خب بالا خداست دیگه، همه کار رو برای ما انجام میده، مثل جریان اسرائیلیا که بگن که خب حالا منا از آسمان میباره هر روز، پس بیایم پا رو پا بندازیم و کاری نکنیم. ولی خدا منا رو چجوری به اینا داد؟ اینا باید اینو میسابیدن، اینو باید نونش میکردن. خدا امکانات رو برای ما فراهم میکنه، طرز استفاده از اینها رو به مسئولیت خودمون میذاره. ببینید اون حس مسئولیت یعنی توانایی ما در نحوه واکنش های ما، اون نقطه مقابل بیخیالی و عدم اجبار یا بی‌مسئولیتی به قول خودمون. این مسئولیت یه وظیفه است، ما انتخاب میکنیم که خودمون رو موظف ببینیم یا نه. خب در مقابل شرایط. حالا ما باید برای این مسئله به خدا اعتماد بکنیم و خدا قدم به قدم ما رو هدایت میکنه. در این قدم به قدم یه چیزی سهم خداست، یه سری سهم ما هست. سهم ما اطاعته و در این چیز، در این رابطه دو طرفه شنیدن صدای خداست. خیلی وقتا خدا به صدای بلند حرف نمیزنه، اغلب به زمزمه حرف میزنه. نمونه‌ای که در مورد ایلیا داریم. یعنی این مسئله مسئولیت، شما در مورد توازن صحبت کردید. مسئول بودن یعنی کنشگرا، یعنی کسی که خودش عمل میکنه، نه اینکه عکس العمل. ما اعمال ما رو، عملهامون رو از قبل برنامه ریزی میکنیم، ولی برای عکس العملها آنیه. ما کنش داریم و واکنش. خب کنش، اون قسمت کنش مربوط به مسئولیت های ماست. در واقع یک موازنه، یک تعادل برقرار بکنیم، هم برای حقوق خودمون هم برای دیگران. ما اگه بخوایم از آزادی های فردی خودمون منفعت ببریم یا اینکه بخوایم لذت ببریم، باید یه جوری زندگی بکنیم که زندگی دیگران حقوق اونا پایمال نشه. بس با یک مسئولیته، یه مسئولیتی نه تنها در مورد شیوه زندگی خودمون، بلکه این شیوه زندگی من تا چه حد به این هم نوع من به بغل دستیم
کمک هست، چطور میتونه به اصطلاح اون رو بالا بیاره به جای اینکه زیر پا گذاشته بشه حقوقش. تقبل مسئولیت تو خونه، تو محل کار، اینا در واقع یک اطمینانی نسبت به توانایی‌های خودمون و یه فرصتیه برای آزمایش محدودیتامون. خدا ما رو جوری آفریده، ما مبتکریم. پس در این قوه ابتکار که خدا به ما داده جوری زندگی بکنیم مسئولیت خودمون رو در قبال این شرایط بدونیم و بدونیم کجا باید 100% به خدا اعتماد بکنیم، کجا باید خودمون درست کنش داشته باشیم نه واکنش. در اطاعت از فرامین خدا، صدای خدا، واقع در اطاعت از صدای خدا میزان اعتماد ما رو بهش نشون میده و مسئولیت هامون رو در این راستا وقتی بهش اعتماد میکنیم وقت مسئولیت های خودمون هم با تمام دل و جان میپذیریم و با آگاهی زندگی بکنیم. ببینید بهترین، من با این نکته تموم بکنم که بهترین نمونه‌ای که من و شما بینندگان عزیز ما داریم خود عیسی هست. در رساله عبرانیان نویسنده عبرانیان چی میگه؟ باب 5 آیات 8 و 9 میگه هرچند پسر بود به مصیبت هایی که کشید اطاعت را آموخت و کامل شده جمیع مطیعان خود را سبب نجات جاودانی کرد. و اگر او پسر بود اطاعت رو یاد گرفت، ما که در او فرزندان هستیم چقدر بیشتر من و شما باید اطاعت رو یاد بگیریم تا برای محیطی که درش هستیم، چه برای خودمون و در رابطه با دیگران هم نوعانمان، ما باعث تغییر، باعث تبدیل، باعث یه چیز مثبت، مثمر بودن، تاثیرگذاری درست در زندگی خودمون و دیگران باشیم. آلیس خیلی ممنونم ازتون. فکر کنم در این قسمت به انتهای بخش صحبت‌های شما رسیدیم و بینندگان عزیز راه‌های ارتباطی باز هست که میدونم همین الانشم پیغام هاتون رسیده و میبینم. پس برمیگردیم به بخش پاسخگویی به سوالات شما خواهیم پرداخت. هر کدوم از ما تو زندگیمون یه سری تجربیات ممکنه داشتیم با خدای خودمون. یه سری اتفاقاتی افتاده بین من و خدای خودم و اون زمان یک کلیکی بوده توی زندگی من و یک احساس خیلی خوشایند که اینکه خداوند وجود داره. به اینها میگن، به این اتفاقات میگن شهادت. این شهادت ها رو اگر ما برای یه نفر دیگه تعریف بکنیم ممکنه اون شخص دقیقاً در همون موقعیت قرار داشته باشه و با شنیدن شهادت زندگی من بدونه که بله خدایی وجود داره و میتونه بهش اعتماد کنه. برنامه علامت سوال برای این فصل قصد داره که شهادت های شما عزیزان رو به اشتراک بگذاره. میخوام از شما عزیزان دعوت کنم که اگر شهادتی دارید، اگر تجربه‌ای دارید با خدای زنده، حتما برای ما بفرستید تا ما بتونیم در برنامه علامت سوال به اشتراک بگذاریم و بنا کننده و تقویت کننده ایمان تک تک ما باشه.
خب عزیزان، بعد از شهادت‌های کوتاه شما میرسیم به بخش سوالاتی که شما مطرح کردید. خیلی ممنون هستم از دوستان عزیز، نورالله عزیز که گفته خداوند به شما خادمین امین خداوند برکت بده، و همچنین نورالله جان گفتن کتاب امثال سلیمان باب 3 آیه 5 میگه به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما. خیلی ممنونم. الهام جان تشکر کردن و گفتن جلال بر نام مسیح. کوروش جان گفتن که باید خودت با چشم خودت ببینی. الهام جان باز گفتن که آمین، که خدا طریق‌های همه ما رو راست میکنه. و نازی عزیز همچنین گفتن که درود بر شما معلمین عزیز، 5 سال که طی 5 سال تعالیم و پاسخ‌های حکیمانه شما مهمانان عزیز برنامه، به خصوص خانم لویز عزیز، باعث رشد و برکت من بوده شد. برای وجود شما و برنامه‌های پر از برکتتان من تجربه شخصی خودم رو به اشتراک میذارم. هر جا به خدا اعتماد کردم و منتظر ماندم برکت و پیروزی و آرامش به دست آوردم. تا قبل از ایمانم به عیسی مسیح اعتمادم بر انسان‌ها و خدای دروغین بوده. همیشه در ناامیدی و شکست و تلخی و نگرانی زندگی می‌کردم. و همینطور الهام جان هم گفتن شاید ما در روش استفاده از آنچه خدا فراهم کرده اشتباه میکنیم. خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز. خواهر لویز، اگر دوست دارید چیزی اضافه بکنیم بریم ببینیم که چه سوالاتی مطرح شده و به اونها بپردازیم. حتما. فقط یک قسمتی رو در این که این پیام ها رو میخوندید، اگه اشتباه نکنم کوروش عزیز بودن، گفتن که تا نبینیم نمیشه اعتماد کرد یا باور کرد. درست میگم؟ بله، کوروش جان گفتن که تا نبینیم باید با چشم خود ببینی. کوروش جان گفتن بله. خب کلام خدا میگه خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان میارن. ببینید اعتماد همطور که گفتم در ندانستن خودش نشون میده، در چیزی که در حال حاضر نه به چشم میبینم نه به عقل میدونم ولی بهش اعتماد میکنم. اصلا زیبایی اعتماد اتفاقا در ندانستن، در ندیدنه. برای اینکه باور، اون ایمان، وقتی تعریف ایمان رو میکنیم به اونجا میگه امید به چیزهای نادیده. خواستم فقط این رو برای کوروش عزیز بگم که اگر در یک وضعیتی هستید که حتما فکر میکنید که باید به چشم ببینید، مسیح وقتی که از شاگرداش توما هم مثل شما همین حرف رو زد، گفت تا به چشم خودم نبینم، تا دستم رو تو سوراخ دستش نبرم و زخمای کنار پهلوش رو نبینم باور نخواهم کرد. خب ولی وقتی که با عیسی خداوند روبرو شد، مسیح برگشت بهش گفت که خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان میارن. چون دید، میدونست که سوال شک چه عرض کنم، ولی همین این عامل ندانستن و ندیدن و اعتماد کردن، ایمان داشتن، این خودش عنصر اصلی اعتماد به خدا هستش. بله. خیلی ممنونم. مرسی. خالیز، دوست عزیزی به نام حالا، فکر می‌کنم اسم اینستاگرامیشون هستن، پرسیدن که گفتگوی عیسی مسیح با اهریمن از سوی چه کسی برای دیگران گفته شده با اینکه کسی اونجا نبود؟ فکر کنم در وقتی که عیسی 40 روز روزه بود اشاره به اون دارن دوستمون. بله کاملا درسته. خب ببینید، اولا که این گفتگوی عیسی با اهریمن اینجور نبوده که این صحبت شده و بعد مستقیم عیسی رفته بالا. این درست در اول شروع خدمتش بوده. یعنی وقتی که تعمید رو گرفت، همطور که گفتم ایمان باید آزمایش بشه. اگه پسر خدا آزمایش شده، چقدر من و شما بیشتر. و ما هر روز آزمایش ایمان میشیم. به هر حال، حالا این تو پرانتز بوده. وقتی که عیسی شروع خدمت رو کرد، خب 12 تا شاگرد رو انتخاب کرد و در این 3 سال این 12 نفر رو به عنوان بهترین استاد، بهترین ربی به قول معروف، بهترین معلم، روز و شب اینا رو تعلیم داد. باهاشون بود
و یکی از چیزهایی که باید به اینا تعلیم میداد همین مسئله آزمایش ایمان بود. صحبت عیسی با اهریمن فقط در اون قسمت چیز نبود، بگیم حالا در بیابان فقط بوده و مرتب حتی به پتروس برمیگرده میگه دور شو از من ای شیطان، برای افکار چی میگن انسانی متمرکز شدی، به چیز آسمان فکر نمی کنی. میدونید اون چیزی رو که خدا برای من مقرر کرده، پدر برای من مقرر کرده، من اطاعت از پدر رو ما میبینیم. این چیز صحبت ها مرتب هست، یه جاهایی در حضور شاگردانی، یه جاهایی تنها خودشه و به اصطلاح خود اهریمن. ولی اینو به شما بگم حالای عزیز که شاگردان، مادرش مریم، اینها درسته عیسی در بیابان تنها بود با به اصطلاح در ایام روزش، ولی عیسی در خانواده قرار داشت. عیسی برادر داشت، خواهر داشت، مادر داشت. البته در اون سنی که خدمت رو شروع کرد یوسف فوت کرده بود و ایشون هم فرزند ارشد بودن، یه جوری در خانواده مسئولیتی هم داشتن. از اون سر ما میبینیم این 12 نفره و بعد یه سری دوستان داره مثل ایلعازر، مرتا، مریم که اینا جز شاگردان رسمی 12 نفر، جز حواریون نیستن و میگه ایلعازر دوست عیسی بود. پس بنابراین این در خلا انجام نشده. پس حتما خود مسیح این مسئله رو مطرح کرده، حالا یا با شاگردان یا با مادرش یا با هر دوی اینها، هر دو گروه به اصطلاح. پس بنابراین در جمعی که بوده خودش این مسئله رو عنوان کرده و یادمون باشه که روح القدس بوده که نویسندگان اناجیل رو از الهام داده و اینا بنویسن و این نکات که نوشته شده روح القدس به عنوان خدای تثلیث در همه شرایط بوده و هدایت کرده که اینها این نکته رو هم بنویسن. در حال امیدوارم که حالا جان چی میگن قانع شده باشم با این جواب. خیلی ممنونم. همچنین فریبای عزیز سوال کردن که گفتن لطفاً در مورد پادشاهان 13 آیه 14 نبی پیر بیتنی ایل فکر کنم از او پرسید آیا تو مرد خدا اهل یهودا هستی؟ او پاسخ داد من هستم. جسارتا من هستم فقط خداوند میخواد از خودش چنین چیزی از خودش بگه. چرا گفته اون نبی بوده؟ لطفاً توضیح میدید. حتی در عهد جدید خداوند عیسی هم چند بار گفته من هستم. بله الان دارم این آیه رو باز میکنم و اینجا در متنی که هست درست میگن ایشون، بله جواب میده من هستم، ولی ببینید هر من هستمی که احیا نیست. آنچه که خدا خودش در خروج خودش رو معرفی کرد به موسی و گفت برو بگو احیا منو فرستاده، هستم آن که هستم. این من هستم ما تو فارسی صحبت میکنیم، حالا در هر زبان شما میگید شما کی هستی؟ من این هستم. من آیا شما لوئیس هستی؟ بله هستم. هر هستمی وقتی که میگیم من هستم این اونی نیست که خدا میگه. و اگه یادتون باشه وقتی که سربازان میان عیسی رو دستگیر بکنن در باغ جتسیمانی، وقتی ازش میپرسن آیا تو اون هستی، وقتی برمیگرده میگه هستم، سرباز میگه که میفته از چیز. چرا؟ برای اینکه کلمه احیا رو استفاده کرده، دقیقاً همون جمله ای رو که خداوند در خروج به موسی گفته که احیا اشمن احیا، که کسی که هستم آن که هستم. در مورد یهوه داره صحبت میکنه. هر هستمی که من هستم یهوه نیست. این چیزی که نبی داره صحبت میکنه اینجا داره برمیگرده میگه که آیا تو فلان کسک هستی؟ آره. نبی هستی؟ بله هستم. آیا شما لوئیس هستید؟ بله هستم. این هستم با اون هستم فرق داره با هم دیگه. ما در چند جا ما میبینیم که عیسی این مسئله رو اشاره میکنه در صحبتاش و همینطور در مورد زمانی که قوم رو به اصطلاح میاره و باز تو تثنیه باز تو خود خروج ما ببینیم خدا این کلمه هستم رو استفاده میکنه. اون خاص خداست. چرا اون سرباز افتاد یا چرا وقتی که یه یهودی این کلمه احیا رو میشنوه عکس العمل نشون میده؟ دلیلش اینه که فقط و فقط این خاص خداست و هیچ کس دیگه اون جمله رو استفاده نمیکنه. این من هستم رو استفاده نمیکنه. اینه که این یک من هستم عادی هست
ازش پرسی تو آیا مرد خدا اهل یهودا هستی؟ خب اینم میگه لوئیس آیا تو ایرانی هستی؟ بله هستم. آیا تو لوئیس هستی؟ بله هستم. یه همچین صحبت و محاوره‌ای هستش. بله. پس در واقع اون در اصل زبانی که نوشته شده اون کلمه‌ای که برای من هستم هست کلمه متفاوتی هست از اون چه که ما تو فارسی همه رو من هستم یا تو انگلیسی همه رو آیم میبینیم. اوکی، پس در واقع متفاوت ترجمه شده. خواهر لوئیس عزیز، محمد جان سوال کردن که میگه این داستان در کتاب مقدس در دوم تواریخ فصل 18 و اول پادشاهان فصل 22 نبوت میکایا بر ضد اخاب آیه 19 تا 23 میکایا ادامه داده گفت پس کلام خدا را بشنو. خدا را دیدم که بر تخت خود نشسته بود و تمام لشکر آسمان نزد او بر چپ و راستش ایستاده بودند و خدا فرمود کیست که اخاب را اغوا نماید تا به راموت جلاد برآمده بیفتد. یکی چنین میگفت و دیگری چنان. سپس روحی پیش آمد و در حضور خدا ایستاد و گفت من او را اغوا خواهم کرد. خدا پرسید به چه وسیله؟ گفت بیرون خواهم رفت و روحی دروغگو بر دهان تمامی انبیایش خواهم بود. خدا فرمود او را اغوا خواهی کرد و خواهی توانست. برو و چنین کن و همکنون خدا روحی دروغگو در دهان تمامی این انبیایت نهاده و بلا را بر تو اعلام کرده است. و سوال ایشون اینه که آیا خدا دستور به دروغگویی داده در این آیات؟ شما چی میفهمید؟ محمد عزیز اگه متن رو همینطور که شما خوندید دقت بکنی، شما خود باب 18 به اصطلاح دوم تواریخ یا همونطور اول پادشاهان 22 رو نگاه بکنید، ما اونجا متوجه میشیم که کسایی که حاضر در صحنه هستن یهوشافاط و اخاب هستش. همونطور که خوندید اینا میفرستن سراغ، چون یهوشافاط از یهودا، پادشاه یهودا بود، اخاب پادشاه اسرائیل بود و پادشاهان یهودا اغلب خوب بودن، بینشون خوب بد کمتر بود، ولی پادشاهان اسرائیل اغلب اینها بت پرست بودن و بعل رو میپرستیدن. حتی تو اینها کسایی بودن که فرزندان خودشون رو قربانی کرده بودن. وقتی که اینا میرن سراغ میکایا، ما میبینیم که اینها به خود میکایا برمیگردن، میگن ببین انبیای بعل اینجوری نبوت کردن و گفتن همه چی به سلامتی پیروزی خواهد بود و فلان و بسار. خب تو هم مثل اونا نبوت کن. اینجا صحبتی که نبی خدا داره میکنه یک تمسخر توشه، یک تمسخر نه، طعن و آره دیگه طعن و تمسخر بگم. این در واقع وقتی که اولش میاد اینطور میگه، همصدا با انبیای دیگه میگه، یک تمسخر و طعنه توی صحبتش هست. داره در واقع جوری میگه که اخاب ازش انتظار داره ولی به طعنه هستش، نه اینکه واقعیت باشه. اما وقتی که بهش میگه که به صحبتی که بین یهوشافاط و اخاب میشه این وسط، برمیگرده چی میگه اخاب؟ برمیگرده نگفتم که این به ضد منه؟ چون خود اخاب متوجه شد این داره طعنه میزنه وقتی متن رو میخونید. پس وقتی که حقیقت رو میگه اون وقت، یعنی وقتی که به اصطلاح اصل نبوت رو، آنچه که نقشه خدا هست یا چیزی که خدا برای اخاب در نظر داره، خدا برمیگرده اونجا میگه بهش که حتی میبینیم که باز به صورتش هم اگه اشتباه نکنم سیلی هم میزنن سر این قضیه، به رخسارش میزنن. ولی اون روحی که درشون گذاشته میگه روح دروغگو است. آره خدا خودش شریر نیست، خب خدا خدای عادل، خدای نیکو، اما میدونیم که در مورد ابلیس، در مورد لوسیفر، اینا میگه که پدر جمعی دروغگویان. آن روحی که در انبیای بعل داره عمل میکنه روح شریره و خدا ما میدونیم که از شریر برای اجرای نقشه های خودش استفاده میکنه. کتاب مقدس انواع و اقسام وقایع هست درش که این امر رو تایید میکنه که خدا درسته، چون به هر حال این هم یک فرشته سقوط کرده است. یادمون باشه که ابلیس لوسیفر جزء فرشتگان اعظم بود. خب در این که فرشته هست، خدا اون چیز مقام فرشته بودنش رو همیشه در نظر داره این مسئله رو.
یعنی چی میگه؟ میگه که من روح کاذب در دهان انبیای این میذارم. چرا؟ برای اینکه خدا میخواست اخاب رو این وسط تنبیه بکنه. برای اینکه اخاب کسی بود که تمامیه، میگه تو چیز، چون زنش ایزابل، وقتی میخونیم میبینیم که زنش ایزابل اینا کاهن دارن دیگه، چیز این در واقع اونجا که میگه که وقتی که میشنوه بعد که پادشاه میمیره میگه که سرمه به چشمش میکشه. این سرمه کشیدن کاری بوده که کاهنان بعل به اصطلاح این کار رو میکردن. خب میگه فورا میره چیز میکشه به چشمش. چرا؟ به عنوان کاهن داره خودشو معرفی میکنه اینجا. پس بنابراین اینقدر زن اخاب در پرستش بعل، در چی میگن، هر گونه عمل شرارت، هر گونه این 400 و بیشتر از 400 تا چیز رو فقط این روزانه خوراک میداد این انبیای بعل رو. و این ایزابل بود، چون خودش از اصلا یهودی نبود، این از چی میگن سوریه اگر بگم اشتباه نکنم، از ارام از چیز میاد. و تمام اون چیزای بت پرستی رو هم مردم حکومت شمالی رو به اصطلاح تشویق میکرده که انجام بدن. پس میبینیم ما اینجا خیلی باید دقت بکنیم این وسط. اولا یک پیشنهادی که محمد عزیز دارم اینه که چند بار بخونن مطلب رو و این دو قسمت پادشاهان و تواریخ رو با هم بخونن، چون برای که یه سری این قسمت نوشته شده، یه سری این قسمت تصویر واضح‌تری میاد این وسط. اخاب کسی بوده که خدا او رو مورد داوری می‌خواسته قرار بده. اینه که لحن صحبت این نبوده، اما آره خدا از شریر استفاده میکنه برای انجام نقشه ها. بله، خیلی ممنونم. امیدوارم محمد جانم پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشه. عزیزان یک موزیک ویدیو ببینیم، برمیگردیم به ادامه برنامه خواهیم پرداخت. آرامش از توست در هجوم موج و طوفان، در میان تون آتش توی عمق چاه شیران. ای که تو دستای امنت راحت و امن وجودم، این آرامش از توست توی عمق تار و پودم. تا ابد همراه من باش، تا به انتهای راهم. ای که غیر از تو نخواهم، ای مسیحم پادشاهم. همراه من باش تا به انتهای راهم. ای که غیر از تو نخواهم، ای مسیحم پادشاهم. گشته تو ظلمت، وقتی شب پناه من بود، تیرگی دیار نیستی، مقصد من راه من بود. تو به آواز محبت خوندی از صبح و سپیدی، منو بردی سوی نورم.
پرده شبو دریدی، تا ابد با تو میمونم، به تو تسلیم وجودم، از پی تو ره سپارم، ای همه بود و نبودم، تا ابد با تو میمونم، به تو تسلیم وجودم، از پی تو ره سپارم، ای همه بود و نبودم. همراه من خب عزیزان، امیدوارم که از این موزیک ویدیو لذت برده باشید. ما در بخش اول برنامه همراه با خواهر لوئیس صحبت رو در مورد اعتماد به خدا داشتیم و اگر که موفق نشید این بخش رو ببینین، حتما موقع تکرار برنامه یا روی فیسبوک حتما ببینین. دوستان عزیزی سوالاتی پرسیدن که ما با بعضی از اونها پاسخ دادیم و خواهر لوئیس معصومه عزیز سلام کردن خدمت شما و البته به منم سلام کردن. سلام بر شما معصومه جان و خیلی متشکرم ازتون. نازی جان آمین گفتن به اونچه که شما فرمودین. عادل جان گفتن که سوال کردن که ممکنه بفرمایین بعضی از مردم چرا پشت سر هم در زندگیشون اتفاقات بد میفته و زندگیشون پر از درد و رنجه؟ آیا این علت خاصی داره؟ گاهی وقتا میگم وقتی که چی میگن یه چیز داریم که پشت سر همه، وقتی که بارون میاد در واقع سیل میشه، یه همچین حالتی پیش میاد. گاهی وقتا همه چی پشت سر هم اتفاق میفته، گاهی وقتا هیچ خبری نیست. شما ایوب رو در رابطه با صحبتی که معصومه جان گفتن، اشتباه نکنم معصومه بودن، درسته؟ جان تشکر کردن. نازی جان این سوالش. نازی جان بله ببخشید اسم رو اشتباه چیز کردم. گفتم من اشتباه کردم. بله. همین برنامه برای ایوب اتفاق افتاد. ما میبینیم که یکی پس از دیگری، حالا ما بعضی وقایع ناگوار پیش میاد برای ما، ولی دیگه وقتی که نگاه میکنیم مال ایوب رو، دیگه فقط جونش نجات پیدا کرد. یعنی تازه اونم پر دمل بود از سر تا پا، یعنی حتی بدنش هم، فقط زندگیشو ازش نگرفت شریر. اگه نه این اتفاقات پشت سر هم، نمیدونم بچه هاش، خون زندگیش، رمه، همه چی پشت سر هم اتفاق افتاد. حالا اگر بگیم همه اینها آزمایش ایمانه، نه، نمیتونم بگم. ممکنه آزمایش ایمان باشه، ممکنه نباشه. گاهی وقتا هم میدونید ما تنها نیستیم. خیلی وقتا میگه دشمنی داریم، مثل شیر قران که در گردش تا کسی رو ببلعه. خیلی وقتا ما به خاطر اون تصمیمی که در اطاعت از عیسی گرفتیم، در نجات، در به اصطلاح پیروی عیسی گرفتیم، خب ما زندگی خنثی نداریم و کلام خدا میگه که بیشتر زحمات خواهد بود برای ما تا اینکه راحتی باشه. شما اگر بشینید درصد حساب بکنید، یک میانگین بگیرید، مسائل مشکلات بیشتره. تازه معذرت میخوام اینو بگم، نازی جان کلام خدا میگه تازه اینا رو که هست بدتر از اینا هم خواهد شد. دنیاست. ما با این وقایعی که داره اتفاق میفته، خیلی از اینها
اصلا در کنترل دست ما نیست. وقایع طبیعی از زلزله گرفته، طوفان گرفته، نمیدونم جنگ ها، اینها، خب خیلی از اینها تصمیمات خود انسان هاست، از جمله جنگ ها که الان آیا خدا به پوتین گفت برو به اوکراین حمله بکن؟ نه، همچین چیزی نیست. تصمیمات و چیزای کشورگشایی بعضی از رهبران هستش. خیلی از این چیزا در دست ما نیست، چی میگن، کنترلش پیش پای ما قل میخوره، به قول معروف مثل لاتاری میاد برای ما. اما چطور در این مسائل و مشکلات میمونیم مسئله است. ما موضوع صحبت ما امروز به اعتماد به خدا بود، کاری که ایوب کرد. ما میبینیم که تا اون چیز آخر، حتی در قبال این همه تهمت هایی که دوستاش بهش زدن، دوست که چه عرض کنم، اگه دوست اینا اینطور دوست بودن و محکومش میکردن، دیگه نمیدونم تعریف دوست چی بذاریم این وسط. با وجود این همه ما میبینیم که میگه که لب شکایت باز نکرد تا اینکه دردش گرفت و در خودش رو نفرین کرد، خدا رو زیر چیز نبود. و زندگی ایوب یه نمونه بزرگیه در این مورد. چرا راه دور بریم؟ خداوند ما عیسی مسیح به چه طرزی کشته شد؟ چطور با او چیز کردن؟ چه تهمت‌های دروغی زدن؟ ما برای زندگی راحت، برای چیز خونده نشدیم، بیشتر سختی هاست. گاهی وقتا هم پیش میاد پشت سر هم اتفاق میفته، گاهی وقتا اینا دیگه وقایع کنترلش، این چی میگن، ترتیب وقایع دست ما نیست. ولی تو این وسط ما به خدا چطور اعتماد میکنیم، دوره این چیز رو، این سختی ها رو چطور میگذرونیم شرطه. گفتیم که یکی از چیزش انتظار و ماندن و تعمق در حضور خدا است و اون در اون رابطه دو طرفه. خب حالا خداوندا این چیز برای من اتفاق افتاد، الان من این وسط با تو چطوری ما با هم در این مورد به قول معروف بگذرونیم، این قدم بعدی چی باشه؟ خداوند تو منو هدایت بکن. میتونیم در مقابل این وقایع اینطور برخورد داشته باشیم. بله، خیلی ممنونم عادل جان. میگن امشب خدا فقط برای من پیغام میفرسته. خدای شکرت که حواست به من هست. خوشحالم عادل جان. و معصومه جان هم گفتن که تجربه های من هم همینطور بوده و هست، ولی اعتمادم به خدا هر روز بیشتر شده و میتونم درک کنم که چرا. پس در سختی ها هم آرامش و حضور خدا من را همراهی میکند. و همینطور میری عزیز گفتن که به رسم آیین انسانیت درود میفرستم بر تمامی ایمانداران که یکتاپرستی را در اولویت قرار میدهند. اگر بین خود و خدای خود دیوار ایجاد نکنیم، همیشه خدا دست ما را رها نمی کند. من شهادت میدهم. خیلی ممنون میری جان. خالویز اگر که در این مواردی که گفته شد چیزی دوست دارید اضافه کنید، اگر نه من برم سراغ بعدی سوال بعد. خیلی باعث تشویق بود چیزی که عادل جان گفتن و همینطور معصومه جان، میری عزیز. یه جورایی یه تأییدی هست به اینکه واقعا در این زندگی روزانه مصائب، مشکلات، به خصوص با جو فعلی دنیا، به خصوص ایران، با این شرایط ما چطور در این چیز اعتماد به خدا میکنیم و خدا چطور ما رو از این طوفان ها رد میکنه، واقعا باعث تشویق است. من هیچ جای کتاب مقدس ندیدم که خدا بگه که خب شما تو مشکل افتادی، من یهویی دستم از آسمون میارم بالا شما رو قشنگ از این مشکل بیرون میکشم. نه، کاری که خدا میکنه میاد وارد مشکلات ما میشه، با ما، یعنی من و شما تو این مشکلات همراهی خدا رو داریم و خدا کمکمون میکنه دید ما نسبت به مسئله از یه زاویه دیگه‌ای باشه، از دید خدا به قضیه نگاه بکنیم. و این امید که چیز میگه که امید باعث شرمساری نمیشه، در رساله رومیان این رو میگه، یه امید باعث شرمساری نمیشه. وقتی ما امید خودمون رو، توکل خودمون رو به خدا میذاریم، هر چقدر کوتاه یا بلند، که اغلب بلنده، قابل توجه، اغلب بلنده، ولی
در نهایت به نفع ما، اونی رو که به خیریت ما از خدا برای ما استفاده میکنیم، میاد وارد شرایط ما میشه. وقتی که پتروس وقتی عیسی رو روی آب دید، چی شد؟ بهش گفت بیا. و تا زمانی که چشم دوخت به عیسی روی آب راه رفت. چقدر من و شما در طول روز داریم روی آبها راه میریم بدون اینکه خودمون متوجه باشیم. این آمدن مسیح وارد شرایط ما شدن در واقع اون دستی که به طرف پتروس دراز کرد. دارم یه حالت مشابه سازی میکنم، در واقع شبیه سازی، که یه همچین حالتیه در طول زندگی توی مسائل، مشکلات که هممون داریم، کم و بیش هممون داریم دست و پنجه نرم میکنیم. ولی وقتی که خدا رو وارد صحنه زندگیمون میکنیم، میتونیم همراهی او رو داشته باشیم. در واقع این بار رو خداوند به سلامت به مقصد میرسونه و اون نتیجه مطلوب رو که خود خدا برای من و شما در نظر داره حاصل میکنه. خیلی ممنونم. کارلیز عزیز، احمد رضا جان گفتن که کریسمس به تمامی عزیزان این شبکه و تمام ایمانداران رو تبریک میگم و سال خوبی برای همتون باشه. همطور هم برای شما احمد رضا جان، امیدوارم که برای شما هم سال بسیار خوبی، پر از برکت و خالی از تمام این دردهایی که این روزها با هم سپری میکنیم باشه. خالویز، یک سوال دیگه ای که دوستان مطرح کردن این هستش که بیننده‌ای پرسیدن ببخشید نان عشای ربانی باید چطور باشد؟ چون میخوام درست بکنم، باید چطور درست بکنم؟ چون قبل از این از نان معمولی استفاده میکردم. بله، البته الان ما اول توضیح بدم در مورد نان، بعدم این رو بگم دیگه، حالا برگردیم به سوال بیننده عزیز. نان عشا اولا با نانهای دیگه فرقی نداره. ما اغلب تو کلیساهای مختلف میبینیم نانهای مختلف، فقط تنها چیزی که هست میگن خمیر مایه نباشه. اونم چون به خاطر اینکه در زمان فسح خدا به قوم گفت که در بدون خمیر مایه، چون هولولکی تون باید چیز میکردن. چیز خاصی نیست خمیر مایه نباشه. و حتی میبینیم، من پیش اومده جایی عشا در گروه‌هایی گرفتم که حتی نون رو با نونای معمولی با خمیر مایه گذاشتن. الان ما زیر شریعت نیستیم، ایام فسح رو نمیگذرونیم. این به این معنا نیست که به اصطلاح خار بشماریم، اصلا این نیست، یا اینکه بخوایم بی‌احترامی بکنیم. اگر دسترسی داریم به نان بدون خمیر مایه چه بهتر. اگر نه، میتونیم خودمون از آرد و آب خمیر بگیریم و نون درست کنیم. یه فرمول خاصی نداره، طرز تهیه خاصی نداره. همه ما بلدیم چطور با آرد خمیر بگیریم. فقط خمیر مایه احتیاج نیست. اینه که نان خاصی نیست راستشو بخواید. حالا بیننده عزیز میخوان درست بکنن، خب چه بهتر. اگه هم در خارج از ایران هستن، خب این نونها رو دارن، فروشگاه ها میفروشن اینها رو، بهشون میگن ماتسوس. نونایی هست که خمیر مایه نداره و یه چیزی مثل ویفره، درشته و اینا دستم میزنی زود خورد میشه، برای اینکه چیز نیست. و آرد و آب. همین. خیلی ممنونم. دوست عزیز فکر میکنم تریز مسیح تشکر کردن و مسیحای عزیز هم یک سوال کردن که ما 2 دقیقه داریم، نمیدونم که در این بخش بهش بپردازیم یا بخش دیگه. در مورد کفر به روح القدس سوال کردن و چه سخنانی کفر روح القدس هستش. بله، کفر به روح القدس، خب ببینید، یعنی اینکه خداوندی تثلیث رو، به اصطلاح پدر پسر روح القدس رو، ما با روش زندگیمون، ببین یه جا هست ما رسما به زبان کفر میگیم، بد و بیرا میگیم، خداوندی او رو به اصطلاح توهین میکنیم. یه جا هست با روش زندگی ما او رو پس میزنیم. بنابراین تشخیص با خودمونه، این روش زندگیمونه یا چی میگن سخنانمون هست. ما عملا رسما بگیم که روح القدس جزء تثلیث نیست، در واقع خدا نیست. خداوندی اون الوهیت
به اصطلاح چیز رو زیر سوال ببریم. البته اگر اشتباه نکنم در رساله اول یوحنا یک اشاراتی پولس یوحنای رسول به این مسئله کرده، میگه هر که خداوندی او رو کسی که او رو خداوند ندونه، پدر، پسر، روح القدس، این به اصطلاح تثلیث اقدس، اگه ما روح القدس رو جز این نبینیم یا حتی پسر رو، برای اینکه دیگه پسر کاری نمیکنه اگه پدر نکنه، و ما میبینیم که روح القدس و پدر، پسر، روح القدس اینها انقدر در ترکیب درست به اصطلاح در هماهنگی، نه ترکیب، در هماهنگی با هم دیگه، دقیق در احترام متقابل نسبت به این سه تا اقنوم به اصطلاح تاسیس با هم دیگه عمل میکنه که یکی اون یکی رو نفی نمیکنه. امیدوارم در این 2 دقیقه من تا این حد به فکرم میرسه. حالا اگر خواستید میتونیم بعدش ادامه بدیم این رو، ولی واقعیت امر اینه، جواب این سوال اینه که خداوندی او چه به زبان و چه این که ما با به اصطلاح چیز و اونجایی هم که مسیح میگه که نسبت به هم نوع، اگر اونی که به شکل خدا آفریده شده به اصطلاح بکشیم یا بخوایم گناهی مرتکب بشیم که به اصطلاح منتهی به موت، یوحنای رسول اشاره میکنه، اینا همه اینها باز برمیگرده به این که در رابطه با تثلیث چه برخوردی میکنیم به خصوص روح القدس و اینکه اونی رو که به شکل خدا آفریده شده، ما اگر اون روحی که در او قرار داره تحقیر بکنیم، او رو به اصطلاح خار بشمریم، همه اینها جز این مجموعه کفر به روح القدس میشه. خیلی ممنونم خواهر لویز. امیدوارم که دوست عزیزمون هم مسیحای عزیز هم در این فرصت جواب سوالشون رو دریافت کرده باشن. یه استراحت خیلی کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود. 107pars.com وبسایت جدید شبکه ماهواره‌ای مسیحیان فارسی زبان با طراحی کاملا مدرن و بروز، همراه با امکانات و ویژگی‌های متعدد و متنوع، آرشیو برنامه‌های تلویزیونی برای تمامی گروه‌های سنی و اقشار جامعه، پخش زنده و مستقیم برنامه‌ها، دانلود و ذخیره منابع مفید مسیحی از طریق فایل‌های صوتی و تصویری، مطالعه و دانلود کتاب مقدس به صورت فایل‌های PDF، دنبال کردن و دسترسی مستقیم به صفحات مورد نظر، سرودهای پرستشی و موعظات کتاب مقدس، جدول پخش روزانه برنامه‌ها، همه در وبسایت جدید 107pars.com. 107pars همیشه و همه جا در کنار شماست. خب خواهر لویز خیلی ممنونم. ما کم کم داریم نزدیک میشیم به دقایق آخر برنامه. شاید به 1 سوال دیگه ما بتونیم بپردازیم. سوال دوست عزیزی که مطرح کردن بتونیم به 1 دونه دیگه شاید برسیم. خواهر لویز دوستی پرسیدن که ببخشید فقط 1 ثانیه دیگه به من وقت بدیم. بله، ایشون پرسیدن که آیا خدا بین فرزندان خویش فرق می‌گذارد؟ چرا فقط برای یهودیان برای خود را فرستاد؟ عیسی مسیح به زن سامری لقب سگ را داد و او را در وهله اول شفا نداد، مگر به فرض سرخپوستان آمریکا نیز نیاز به بره نداشتند و به دیدن معجزات او؟ سبای عزیز این سوال پرسیدن. بله، در جواب به سبای عزیز باید بگم اولا خدا هیچ فرقی بین فرزندانش نمیذاره. ببینید تو یوحنا 3:16 چی میگه؟ میگه و خدا جهان را انقدر محبت نمود. اولا همه بدون استثنا، از هر قوم، از هر نژاد، از هر قبیله، به قول معروف شامل این جهان که میگه همه رو شامل، فراگیره. ببینید کتاب یونس یه نمونه بسیار عالی از این مسئله هست، در مورد رحمت خدا نسبت به همه. تو یونس یک شخص یهودی رو، نبی یهودی رو خدا برای یه شهر آشوری میفرسته، برای نینوا میفرسته
و آخرین جمله‌ای که اونجا هست بسیار زیباست از رحمت خدا. میگه تو برای یک کدو دلت سوخت، در انتهای کتاب یونس میگه، و میگه من در این شهر بزرگ، در این نینوا، میگه بیش از 120,000 تا آدم و نمیدونم گله و رمه و اینا دارم که دست راست و از چشم چپ خودشون نمیتونن تشخیص بدن. من چطور دلم به حال اینها نسوزه؟ پس خدا هیچ فرقی نمیذاره، برای خدا هیچ فرقی نمیکنه، همه فرزندانش هستن. همونطور که گفتم میگه خدا جهان را اینقدر محبت کرد، نمیگه خدا قوم اسرائیل رو فقط محبت کرد. پس آنچه که خدا در واقع در نقشه نجات داره برای همه داره بدون استثنا. اما در مورد مکالمه عیسی و زن سامری، زن سامری نه، زن کنعانی اشاره کردن، به سبای عزیز پیشنهاد میدم این رو در 2 قسمت بخونن، در 2 انجیل به اصطلاح. یکیش تو انجیل متی باب 15 و دیگری مرقس باب 7. وقتی این 2 تا بخش رو به اصطلاح، این یک مطلب رو در این 2 انجیل با هم میخونیم، ما میبینیم که اینجا اولا زبانی که مسیح داره با این زن کنعانی صحبت میکنه یک زبان تمثیلی هست، نه اینکه این زن سگه. اگر توهین بود عکس العمل زن رو نگاه بکنید، زنم برمیگه چون یه زن کنعانی بود، یهودی که نبود، اونم برمیگشت در جواب به خود مسیح توهین میکرد. ما میبینیم اصلا این زن ناراحت نشد و بهش بر نخورد. اما زبان تمثیلیه. یک اینه. پس این 2 قسمت 15 و همینطور مرقس 7، متی 15 مرقس 7 رو با هم بخونیم. وقتی ما اینو میخونیم این 2 قسمت رو، تازه میفهمیم عیسی از چه روشی برای این زن داره استفاده میکنه. در واقع مسیح داره، عیسی در واقع ایمان زن رو داره از توش میکشه بیرون و تحسین میکنه و داره کاری میکنه که خود زن عظمت ایمان خودش رو ببینه. گفتم وقتی این 2 قسمت رو با هم میخونیم در اون مکالمه این رو میفهمیم که به زن برمیگرده میگه ایمان تو عظیمه و دخترش رو شفا میده. هدف عیسی خود زن بود، اصلا مسئله سگ و نمیدونم این که عیسی بیاد کنعانیان رو سگ بدونه و فقط برای قوم اسرائیل اومده باشه، نه. ارجعیت آره، برای اینکه در اسرائیل به دنیا اومد، به عنوان یک یهودی به دنیا اومد. خب در جامعه قرار گرفته که این جامعه به قول معروف ارجحیت اولیش تو اونا هستن، ولی خب تو این جامعه قوم‌های دیگه هم هستن و ما میبینیم که اینها میان، ما از افسر رومی رو میبینیم، ما افراد دیگر رو میبینیم که غیر یهودی هستن و مسیح فرق نمیذاره. هدف عیسی همونطور که گفتم خود زن بود و عظمت ایمان زن، و ما میبینیم نه تنها زن از این زبان تمثیلی عیسی ناراحت نشد، بلکه خودشم به شکل تمثیلی جواب این ضرب المثل عیسی رو میده. برمیگرده میگه که خب سگا هم از خورده پاره های میز آقایان خودشون به قول معروف سفره آقایان خودشون میخورن. تو متی میگه که زن او رو پرستش کرد. اگر توهین بود، آیا شما برای پرستش انگیزه احتیاجه؟ اگه توهین شده بود این زن نمیتونست او رو بپرسته. اینو مطمئن باشید، نه تنها توهین نکرد بلکه ایمان زن کشید بیرون و خود زن متوجه عظمت ایمان خودش. خیلی ممنونم. ما به دقایق پایانی میرسیم و به قسمت دعا، در واقع دعای برای شما عزیزان. پس میخوایم تا چند لحظه دیگه به بخش دعاهای شما عزیزان برسیم. پس تیزر دعا رو میبینیم، برمیگردیم به اون بخش خواهیم پرداخت. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور
بلکه از آن شریر رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. خب ممنون از دعاهایی که فرستادین خواهر لوئیس. ما حدوداً 3 دقیقه فرصت داریم. کیوان عزیز خواستن که برای شفای جسمانی و کمک روحانی برای استه در شیراز دعا کنیم. احمد رضا جان برای مشکلات جوانها. عادل جان خواستن که ایشون گفتن که امشب دلم گرفته، لطفاً برای خواهرم عاطفه دعا کنید، تو کمپ دیپورتی ها هست، خواهش میکنم در اتحاد براش دعا کنید و خواهش میکنم وقتی جواب دعاتونم گرفتین شما ما رو حتما مطلع بکنید که ما خیلی خوشحال میشیم. و محمد جان گفتن که ایشون محمد هستن از ترکیه، میخوان در ارتباط برای من در دعا باشیم که خداوند همه راه ها رو باز کنه که مشکلات و سختی ها تموم بشه. خواهر لوئیس خواهش میکنم برای این عزیزان دعا بکنید. بله حتما. الان برای دعا چقدر وقت داریم؟ ما الان 2 دقیقه حدودا. حتما. خداوندا در آستانه این سال جدید حقیقتا این لیستی رو که هنگام جان خوندن به حضور تو میذاریم و حقیقتا میگیم خداوند در این سال جدید گشایش برای این عزیزان ایجاد بشه و حقیقتا هر کدوم از این عزیزان رو در اون شرایطی که هستن تو ملاقات بکنی و گشایش پشت گشایش برای تک تکشون ایجاد بشه. ای خداوند دعا میکنم به نام پسر یگانه تو وضعیت این عزیزان رو ببینی و تفقد کنی از اینها. ای خداوند چه در خارج از ایران چه عزیزانی که در ایران هستن، به خصوص برای قضیه چیزی که عادل جان مطرح کردن، محمد جان مطرح کردن، خداوند این عزیزان رو به حضور مبارک تو بلند میکنم و دعا میکنم خداوند که آغوش تو این عزیزان رو، چطور که میگه سایه بالهای تو رو اینا و این سایه آغوش تو بر این عزیزان بیفته ای خداوند و این عزیزان رو تو در بر بگیری، در جایی که هستن دلهای این عزیزان رو پر از تسلی و پر از امید بکنی. ای خداوند از فرصت استفاده میکنم باز برای کشور عزیز ما ایران دعا میکنم، برای مادران داغ دیده مصیبت دیده خداوند رو دعا میکنم، برای پدرانی که اشک از چشماشون قطع نشده ای خداوند دعا میکنم و دعا میکنم ایران رو ای خداوند تو تفقد بکنی و در نام عیسی مسیح زنده در این سال جدید امید مبارک، امید الهی در شرایط تک تک نه تنها این اسامی که خونده شد بلکه در تک تک هموطنان ما خداوند دلهاشون از امید الهی پر بکنی و سرشار از تسلی خودت بکنی. ای خداوند در نام پسر یگانه تو این دعا رو مرتب میکنم به حضورت. آمین. 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 خیلی ممنونم خواهر لوئیس و ممنونم که در مورد اعتماد برای ما صحبت کردیم. مطمئنم که برای همه ما بسیار مفید بود، برای دوستان بیننده و خود من، و اینکه شما هم تجربه خودتون همچنین با ما در میون گذاشتین. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. تشکر. امین. خدا حافظتون. عزیزان برای اینکه بخواین تکرار برنامه رو ببینین، پنجشنبه 3 صبح و شنبه 10 صبح به وقت ایران وقتی هست که میتونید برنامه رو تماشا بکنین و میتونید در طول هفته هم با ما در تماس باشین، سوالاتتون رو در این ارتباط که صحبت شد و هر سوال دیگه ای با ما در میون بگذارید. هفته دیگه به امید خدا سالی جان با شما خواهد بود و منتظر نظرات شما و همچنین سوالات شما هستیم و خیلی خیلی خوشحال میشیم اگر ازتون بشنویم و همطور اگر دعاهاتون رو جواب دعاهاتون رو دریافت میکنیم خواهش میکنم حتما با ما در میون بگذارین که باعث برکت ما هم بشه. خداحافظ همه شما عزیزان. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.